سلام دوستان، میخوایم بریم به سمت بالا تو طبیعت ببینیم شکار میتونیم بکنیم امروز یا نه. یه سری موانع هم میذاریم شلیک میکنیم، یه سری تستا میگیریم میذارم براتون تو ویدیو. دیدم اونو قدیمی عمیقه. خب بچه میخوایم بریم ببینیم تفنگ PCP از فاصله تقریبا 40 متری چند تا از این قوطی کمپوتر رو میتونه سوراخ کنه، هر ستاشون رو میتونه سوراخ کنه. چجوریه؟ هدفمون هم وسط این لیوان کمپوت است. هدف اینجاست. میخوایم بریم ببینیم از فاصله 40 متری چی کار میتونه بکنه تفنگ PCP. خب آقا این نتیجه رو ببینیم که چقدر جالب. این اولی هدف البته وسطش بود ولی خب باز بد نشد. اولی این ور رو سوراخ میکنه میره تو دومی. حالا دومی از داخل نمید. دومی رو هم سوراخ میکنه میره میخوره به سومی. سومی سوراخ میکنه ولی ازش رد نمیشه. اینم ساچمه له شده. 19 گرین دیسکاوری.